نامزدی عجیب و غیر قابل باور عالیه انصاری با پسر افغان در انگلستان. عالیه انصاری نامزد شد. محفل نامزدیش را با شکوه برگزار کرد و شکایت حسام فرزان از عالیه انصاری کاملا به دور از تصور. عالیه انصاری در کجاست؟ مصروف چی کار باری است و دلیل دوری وی از پرده رسانه ها چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. عالیه انصاری هنرمند جوان، چهره شناخته شده، یکی از سلبریتی های مشهور در میان مردم افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. عالیه انصاری توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت بسزایی پیدا کند. توانست برنامه‌های مختلف در میان مردم افغانستان پیش ببرد. کنسرت‌های هم در داخل و خارج از افغانستان برگزار کرد. عالیه انصاری شهرت و محبوبیت هنری‌اش را با اجرای کنسرت در افغانستان به دست آورد و در مدت خیلی کوتاهی محبوب شد و همیشه در رقابت هنری با آریان و سعید بوده است. آهنگ‌های دوگانه‌اش با حسام فرزان مورد حمایت قرار گرفت، اما دیر نگذشت رابطه میان عالیه انصاری و حسام فرزان از هم پاشید و این دو مجبور به جدا ساختن برنامه‌های رسانه‌ایشان شدند. تازه تصاویر عالیه انصاری در صفحات مجازی درج به دست می شود که وی با پسر افغانی در انگلستان نامزد شده است و خیلی با شکوه محفل نامزدیش را جشن گرفت. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای عالیه انصاری با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. انتظار تازه ترین کارهای رسانه‌ای عالیه انصاری خواهیم بود. دوستداران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان عالیه انصاری به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.